بیانیه آماده نمودیم که آن را با 5 زبان هم تا به حال ترجمه نمودیم. اولین با زبان مادری خود زبان تاجیکی و زبان انگلیسی و زبان روسی و زبان عربی و زبان پلیاکی، یعنی با 5 زبان بیانیه را ترجمه نمودیم تا اینکه برای شما و برای بسم جهانیان و بسم هر کسی که با هر این 5 زبان آشنایی دارد تا اینکه از اون محتوا و برنامه‌ای که ما یعنی که در این بیانیه‌مون درج نمودیم چیزی گرفته باشند. بیانیه مخالفین سیاسی تاجیکستان در شهر ورشاوی لهستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، ما همه جمع آمدگان این پیکت برای شرکت در کنفرانسی که سازمان با نفوذ آویسی تشکیل کرده است گرد هم آمدیم. در این کنفرانس نمایندگان بیش از 50 کشورهای مختلف دنیا دعوت شدند. منظور از برگزاری این کنفرانس حل و فصل مسائل مبرم و مشکل ساز جامعه جهانی است و جمع آمدن نمایندگان زیادی ممالک مختلف نیز بیانگری آن است. تا امروز ما آزاداندیشان دولت تاجیکستان چندین بیانیه‌های گوناگون در شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های تلویزیونی و وسایل اخبار عامه نشر نمودیم. از ظلم و ستمی که در کشور به سر ما می‌گذرد همه دنیا را آگاه نمود. همه حالت‌های با وجود آمده را مستند با دلیل‌های آشکار رسانیدیم. تا حال هیچ تغییرات در کشور به وجود نآمده، بلکه ظلم و شکنجه، زندانی کنی، قتل محبوسان و آزار و اذیت پیوندان ما کم نشده، برعکس زیاد شده است. قریب که هر روز حکومت یک عمل ننگین را علیه مردم این کشور انجام می‌دهد. ما می‌خواهیم در این کنفرانس به قضیه ما به طور جدی تجدید نظر نمایید. از همه آنهایی که در این کنفرانس شرکت دارند خواهش می‌نماییم تنها به آنچه نمایندگان این حکومت دیکتاتور امام علی رحمان میگوید قبول نکنید، زیرا اگر آنها آنچه میگویند راست باشد مثل این که در کشور دیگر مخالفی سیاسی نداریم، زندانی‌های سیاسی نداریم، پس ما کی هستیم و اینجا چی میکنیم؟ بیش از 1000 نفر زندانی‌های سیاسی در زندان‌های این رژیم چی میکنند؟ متاسفانه تاجیکستان امروز به یکی از بدترین کشورهای خودکامه و سرکوبگر نه تنها در منطقه بلکه در جهان مبدل گشته است. برای مثال ماه گذشته جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف از وکیل زندانی و جسور بازداشت شد. گناه یگانه یاروف ها و دیگر ادوکت های زندانی آن است که آنها اعلام کردند که آماده هستند از حقوق اعضای بازداشت شده اینید و دیگر چهره های مخالف دفاع کنند. با زندانی کردن بیش از 7 ادوکت حکومت جمهوری تاجیکستان پیام روشن داد که وکیل مدافع بودن چهره های مخالفین در تاجیکستان خیلی حساس و خطرناک بوده پیامدهای تلخی را به بار خواهد آورد. این به معنای آن است که سپس کسی جسارتی وکیل مخالفین زندانی را نکند. در پی سرکوب‌های مداوم و فشار و تعقیب هزارها عائله تاجیک از جمله فعالان سیاسی، شاعران، ژورنالیستان، عالمان و غیرها کشور را ترک کردند، در اروپا، ترکیه و دیگر کشورها پناهنده شدند. اگر این بحران در تاجیکستان ادامه یابد موج بیشتری مهاجران تاجیک به اروپا و دیگر کشورها سرازیر خواهد شد. مخالفان سیاسی قبلی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک با این حکومت سال 1997 سازش کردند، صلحی که در دنیا نظیر نداشت. حکومت دیکتاتوری امام علی رحمان ناشرمیده آن را هر سال جشن میگیرد و خیلی هم با دبدبه، ولی متاسفانه همه آن بندهای ما معاهده صلح را یک طرفه شکست و پایمال است. بر ضد این همه ما تا آخرین لحظه های سنگین صبر کردیم و هیچ عکس العمل نشان ندادیم. فکر میکردیم کشورهای ناظر صلح این روند را نظاره دارند و خود قضاوت میکنند و با آن رسیدگی مینمایند. متاسفانه هیچ عکس العمل را از یگان کشور ناظر تا به حال ندیدیم. ما کشور را با سنگین ترین حالتها ترک نمودیم و به کشورهای اروپایی پناهنده شدیم.
در این کشورها خوب پذیرایی کردند و سپاس خیلی زیاد نیز از دولت لهستان و مردم مهماندوست این کشور میگوییم که با ما مناسبتی خوب دارند. ما نمیخواهیم اینجا یعنی در این کشور لهستان برای همیشه باقی بمانه. راههای مسالمت آمیزی را میخواهیم تا دوباره با وطن خویش برگردیم، ولی ما به این حکومت دیکتاتوری دیگر هیچ باور نداریم، زیرا تا به حال پیوسته دروغ میگوید. هیچ نمیخواهد صدای ملت و مردم کشور را شنود. هر شخص صدا بلند کرد در حال به او اتهام بسته برای سالیان دراز روانه زندان میکند. آیا در دنیا کشور را دیده اید که ادوکات نیاز به ادوکات داشته باشد؟ آیا در دنیا کشور را سراغ دارد که برای آبرو و نفوذ داشتن شخص در جامعه او را زندانی کنند؟ آیا در دنیا کشوری را می‌دانید که برای آن که او مخالف دولت است پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و پسرش را زندانی کنند؟ بله، آن کشور تاجیکستان نام دارد. آن را خوب شناسید. این ستم، شکنجه، روانه زندان‌کنی های طولانیش جوانان را به رادیکالیسم برده رسانیده ایستاده است. زیرا جوانان تاجیک میداند که در کشورش چی میگذرد. اگرچه نخواهد، حکومت او را مجبور میکند تا دست به خشونت زند و با گروه های مخالف روی آورد و از خود حمایت کند و یا بیرون از کشور با سراغ چنین گروه های اکستریمیستی و با آنها میپیوندد. در جامعه امروز دنیا اگر حکومت ها مبارزه علیه اکستریمیسم برند، حکومت تاجیکستان مردمش را خود مجبور میسازد تا آنها رادیکال شوند و او برای مبارزه با مردم خود نیز از خارج پول میگیرد. با نام مبارزه با گروه های تندرو تا با آنها مبارزه برد. این حکومت و دولت واقعی نیست، بلکه حکومت یک توده اوباش و ارتش دوستان و غارتگران است که توسط سلاح 24 سال قبل آن را به دست آوردند و به نوبت حکومت میرانند. تنها آن را جامعه ریای صاحب اختیار دموکراسی دنیوی حقوق بنیاد و یگانه پوشانیدند. چطور این حکومت فعلی سر قدرت آمده است برای همه ما و شما معلوم است و ما شاهدان بی‌واسطه آن واقعه ها هستیم. پس از خارج نمودن مخالفان سیاسیش مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر آزاداندیشان از کشور دست و یک قطار جنایت‌های زد که ملت دیگر تحمل آن را ندارد. تغییر کنستیتوسیا سرقانون کشور محض برای یکمره کردن حکومت خودکامه خود اوست. تاجیکستان پارلمانی مستقل، دادگاه‌های مستقل و سودها ندارد. همه در دست یک شخص و خانواده او قرار دارند. هر چی خواهند میکنند و کسی از آنها حق پرسیدن را نیز ندارد. خلاص مردم تا آن حد به داد آمدند که از بیان آن همه عاجزیم و آن همه را در این بیانیه نمیتوانیم جای دادیم. و همه اشتراک کنندگان این تظاهرات از شما خواهش داریم تا وضعیت ما را خوب درک کنید، هرچه سریعتر به مسئله ما پناهندگان رسیدگی جدی نمایید و ملت ما را از زندان بزرگ این خودکامه نجات دهید. بقا و ادامه یافتن این حکومت در آینده نزدیک در بسرهای زیادی به بار می آورد و علاج واقعه پیش از وقوع. در آخر به نظر ما در جناب استاد محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در لیست اینترپول یک شرمندگی به جامعه جهانی و به خصوص به این نهاد بین المللی اینترپول است، زیرا تمام اتهامات علیه او به اساس ساخته و به انگیزه سیاسی هستند و آن همه از طرف یک حکومت خودکامه. از این رو ما از جامعه جهانی، سازمان‌های با نفوذ بین المللی و کشورهای دوست خواهان وادار کردن حکومت رحمان هستیم تا یکم تمام زندانیان سیاسی را از محبس‌ها آزاد نموده و همه گونه انواع خشونت و شکنجه علیه شهروندان خود خاتمه دهد. دوم، با فشار و سرکوب و تعقیب دیگر اندیشان سیاسی و خانواده‌هایشان در داخل و خارج کشور خاتمه بخشد. سوم، تا با تعهداتش در برابر حفظ حقوق انسان و ارزش‌های دموکراسی پایبند باقی مانده از همه انواع محدودسازی آزادی‌ها دست کشد.
در پایان با جامعه جهانی مراجعت میکنیم تا علیه مسئولان بلندپایه در حکومت دیکتاتوری رحمان که در شکنجه و نقض حقوق انسان نقش کلیدی دارند تحریم اعلام کنند. ما حالا چند نکات مهم از بیانیه شرکت کنندگان تظاهرات ورشو داریم که میخوایم اون ملخصات رو در حضور شما بخوانیم. ما اینجا جمع شدیم تا علیه نقض حقوق بشر و سرکوبی به رحمانه مخالفین تاجیکستان در تاجیکستان صدا بلند کنیم. پرزیدنت رحمان سازشنامه صلح 1997 را پایمال کرد. طرف دیگر صلح را سرکوب نمود. سوم، در تاجیکستان بحران شدید حقوق بشر حکم فرماست. چهارم، رحمان به بهانه مبارزه با تروریسم مخالفین مسالمت آمیز خود را به رحمانه سرکوب می‌کند. پنجم، سیاست‌های غیر دموکراتی رحمان باعث رشد تروریسم و موج‌های تازه مهاجرت شهروندان تاجیکستان به اروپا شده است. ششم، اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، این به معنای افراطگرایی بیشتر، بحران شدیدتر و فرار بیشتر شهروندان از کشور می‌باشد. در نام محی‌الدین کبیری در لیست اینترپول یک شرمندگی به جامعه جهانی و خود همین نهاد بانفوذ بین‌المللی است. ما خواهان آزادی تمام ادوکات‌ها، زندانی و محبوسان سیاسی، همچنان خواستار قطع همه انواع شکنجه هستیم. نهم، به حکومت رحمان باید فشار وارد شود تا تمام تعهدات خود در مورد حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتی را انجام دهد. دهم و آخرین نقطه، در آخر از جامعه جهانی می‌خواهیم که علیه مسئولان بلندپایه که در نقض حقوق شهروندان کشور نقش کلیدی دارند تحریم وضع کنند. 12 سپتامبر سال 2016 شهر ورشو لهستان. ظلم و استبداد تا کی؟ ظلم و استبداد تا کی؟ رحمانوف تو ظالم! رحمانوف تو ظالم! رحمانوف تو ظالم! رحمانوف تو ظالم! آزادی با زندانی‌های سیاسی! آزادی با زندانی‌های سیاسی! آزادی با زندانی‌های سیاسی! آزادی با زندانی‌های سیاسی! آزادی به همه آزاداندهشان! آزادی به همه آزاداندهشان! برگشت مهاجران به خانواده‌هایشان! برگشت مهاجران به خانواده‌هایشان! آزادی به همه مخالفان سیاسی! 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 انشاءالله اگر ما نصارا میکنیم، اگر تغییرات با وجود نآید، ما در همه کنفرانس هایی که در تمام اروپا صورت میگیرد خودمانه هممان به اونجا میرسونیم و هر نماینده حکومت تاجیکستان در هر کنفرانسی که شرکت کند ما خودمانه در اونجا میرسونیم و حتما اعتراض خودمانه با این حکومت استبدادگر و این حکومت ظالم میرسونیم. رحمانوف تو ظالم! رحمانوف تو ظالم! آزادی با زندانی‌های سیاسی! آزادی با زندانی‌های سیاسی! آزادی با آزاداندهشان! آزادی با آزاداندهشان! حکومت یک بسر! آزادی با همه زندانی‌های سیاسی! گوش کن با تخت رحمان! حکومت یک بسر! گوش کن با تخت رحمان! گوش کن با تخت رحمان! رحمانوف تو ظالم! رحمانوف تو ظالم! رحمانوف تو ظالم! رحمانوف دیکتاتور! رحمانوف دیکتاتور! رحمانوف دیکتاتور! رحمانوف دیکتاتور! آزادی به زندانی‌ها! آزادی به زندانی‌ها! تاجیکستان بدون شکنجه! تاجیکستان بدون شکنجه! تاجیکستان بدون شکنجه! تاجیکستان بدون شکنجه! آزادی به